برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی. سلام بیننده عزیز، امروز 25 مارس است. در برنامه آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان پیشنهاد می شوند. نگاه به سرخط خبرهای برنامه. نوبت به منطقه های اشغال شده هم رسید. پلیس روسیه مهاجران کاری را در ولایت اشغال شده خرسان اوکراین هم شکار می کند. اکرم امام آغلو شهردار بازداشت شده استانبول نامزد به انتخابات پرزیدنتی ترکیه پیشنهاد شده است. بازداشت او را سیاسی و کار دست پرزیدنت کنونی رجب طیب اردوغان می‌دانند. سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده. مقامداران ناحیه خاولینگ به ساکنان پیشنهاد دارند که به نام هر طفل نوزاد 10 درخت شنانند. کلانشی مکتب تمام کرد، уже درخت هست. یک درختش 2000 سوم، 3000 سوم، 4000 سوم است. برنامه را با گزارشی از حیات مهاجران از روسیه آغاز می‌کنیم. مقامات در شهر سنت پترزبورگ احتمال منع کار کوریری یا باررسانی را برای مهاجران بررسی دارند. گذشته از این شروع از سال نو شهروندان خارجی تنها از روی اختصاص فعالیت کرده می‌توانند که در پتنت گرفتهشان درج شده است. در برابر تا رفت محدود کردن کار و زندگی مهاجران، ریدها در روسیه و از جمله در مناطق اشغال شده شرق اوکراین ادامه دارند. شهلای گلخواجه در این باره گزارش تهیه کرده است. امسال در سنت پترزبورگ تعداد مهاجران 60% کم شده است. با این وجود به گفته ایگور پاتاپینکا معاون والی این منطقه روسیه، درآمد از پتنت افزایش می‌یابد. او در صحبت با یک تلویزیون محلی این را نتیجه از اقتصاد غیر رسمی بیرون کردن کارفرمایان مهاجران دانست. ببینید، من گفتم که شماره عمومی مهاجران تا 60% کاهش یافته است و پرداخت‌ها از پتنت زیاد شدند، یعنی از 6 میلیارد تا به 9 میلیارد روبل رسیده. до 9 миллиардов. پاتاپینکا تاکید کرد که حالا در پایتخت شمالی روسیه حدود 210,000 خارجی به سر میبرند. مقامات تلاش دارند که خود کارفرما مهاجران صاحب اختصاص را پیدا کرده به سنت پترزبورگ بیارند، مسئولیت آنها را به دوش گرفته رعایت قانون و قاعده ها را از جانب مهاجران نظارت کنند. علاوه بر این، مقامات قرار را تهیه دارند که طبق آن مهاجر میتواند تنها از روی اختصاصی که برای آن پتنت گرفته است کار کند. در همین حال در منطقه‌های گوناگون روسیه ریدها بر ضد مهاجران ادامه دارد. به اطلاع MVD مدیا، نیروهای امنیتی در ولایت کیمیرو در پی رید وسیع مقیاس 5 روزه حدود 500 مورد نقض قانون مهاجرت را آشکار کردند. پلیس گفت ریدها در تمام ولایت صورت گرفته، نیروهای امنیتی حجت 2000 مهاجر را تفتیش کردند. در نوکوزنیتسک ماموران انتظامی از ساختمان 12 مهاجر بی‌حجت را پیدا نمودند. ناظران در بیلوف اتوبوسی را که یک مهاجر بدون اجازتنامه کار اداره میکرد بازداشتند. در میان مسافران نیز مهاجران بی‌سند بودند. در رابطه با تشکیل مهاجرت غیر قانونی 11 پرونده جنایی باز شده است. درباره اخراج مأموری 20 شهروند خارجی از روسیه قرار قبول گردید. با 22 شهروند خارجی ورود به روسیه را منع کردند. در ریدی که در اریخ و زویو در نزدیکی مسکو انجام شد، پلیس در یک کارگاه دوزندگی 12 مهاجر غیر قانونی را پیدا کرده است. دادگاه تصمیم گرفت که بازداشت شده ها را 5000 روبل جریمه و از روسیه اخراج کند. پلیس همچنین تشکیل کننده مهاجرت غیر قانونی شهروند 38 ساله یکی از کشورهای آسیای جنوب و شرقی را معین کرد. نسبت به این زن پرونده جنایی باز شده است. نیروهای امنیتی روسیه در قسمت اشغال شده ولایت خرسون اوکراین حدود 100 مهاجر غیر قانونی را آشکار کردند. در مجموع پلیس همراه کارمندان خدمات امنیتی و گارد ملی روسیه اسناد 150 نفر را تفتیش کردند که اکثریت قانون شکن بودند. همه آنها 5000 روبل جریمه شدند. در جریان ریدها نیروهای امنیتی به مهاجران یادآوری کردند که تا 30 اپریل امسال وضع حقوقی خود را در روسیه تنظیم کنند. مهاجران تاجیک هم میگویند در یک سال گذشته با زیاد شدن تفتیش‌ها و بازداشت و اخراج‌ها وضعشان بدتر شده است. هفته پیش دیدبان حقوق بشر در تحقیقات نوشت گفت که پس از حمله به تالار کنسرتی کراکوس، مهاجران از آسیای مرکزی در روسیه پیوسته تعقیب و آزار و اذیت می‌شوند. این سازمان معتبر حامی حقوق انسان از حکومت روسیه خواست هر گونه ظهورات مهاجرستیزی را محکوم کند و نگذارد که حق و حقوق مهاجران زیر پا شود. خبری از آخرین حادثه های ترکیه داریم اینجا.
اعتراضی سرتاسری در ترکیه ادامه دارد. هزاران نفر با اعتراض به بازداشت اکرم اماماغلو رئیس استانبول به خیابان‌ها ریخته راه‌ها را بستند. سفارت تاجیکستان در ترکیه از شهروندان تاجیکستان خواسته است که در این اعتراضها اشتراک نکنند. هنوز معلوم نیست که این اعتراضها به چی می‌انجامند. تفصیلات در گزارش همکارم کیومرثی عطا. پلیس ترکیه چند روز باز تلاش دارد که اعتراضگران را پراکنده کند. ده ها هزار کس در 55 ولایت ترکیه با اعتراض به بازداشت اکرم اماماغلو رئیس شهر استانبول به خیابان‌ها ریختند. نیروهای پلیس با گاز اشکاور و تیرهای رزینی به اعتراضگران حمله کردند. مقامات ترکیه گفتند که بیش از 1000 نفر بازداشت شده است. کسانی که به ادعای آنها قانون را پایمال و به کارمندان پلیس حمله کردند. اعتراضگران طلب دارند که اکرم اماماغلو آزاد شود. 40-45 gün daha kazanıp شهردار استانبول پس از آن دستگیر شد که او را برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی ترکیه از نام حزب جمهوری‌خواه مردمی نامزد انتخاب کردند. انتخابات باید در سال 2028 برپا شود. بعضی از پرسش‌های افکار عموم اماماغلو را نظر بر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری حاضره ترکیه پیش صف نشان داده است. اماماغلوی 54 ساله در دایره یک پرونده با اتهام دست داشتن در فساد مالی روز 19 مارس بازداشت شد. İstanbul merkezli مهلت پرزیدنتی اردوغان در سال 2028 تمام می شود و او حق پرزیدنت شدن را ندارد، ولی مخالفان می گویند که شاید او قانون را تغییر دهد و باز پرزیدنت شود. از این رو به گفته مخالفان رجب طیب اردوغان رقیب اصلیش را با بهانه ساخته از سبقت بیرون می کند. آژانس رسانه‌های بین المللی امریکا راضی شد که یک قسمی پولی را که از جانب کنگره جدا شده است برای رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی بدهد. قرار دادگاه روز 24 مارس صادر شد و درباره تقریباً 7.5 میلیون دلار است. این پول فعالیت نیم ماهه رسانه است که با 28 زبان برنامه پخش می کند. رادیو آزادی همانا انتظار گرفتن دیگر قسم مبلغ‌هایش برای تا ماه اکتبر سال 2025 است. برای همین به دادگاه عریضه داده است. دادرس باید هفته‌های نزدیک قرارش را درباره این بخش دعوا بگوید. در جامعه تاجیکستان خبر قطعی مبلغ گذاری رادیو آزادی واکنش‌های مختلف را به بار آورد. همکاران هم در دوشنبه از ساکنان پرسیدند که این خبر را چگونه پذیرفتند. обычно اخبارات последний را گوش میکنم در چیزی که در تاجیکستان میشود. اگر در صورت بسته شدن چی پیامدها دارد؟ последний چیزایی که میگذره در همین تاجیکستان عقب میمونیم، برای که یگانه سایتی که به فکر ما که چیزی هست میپرته همین رادیو آزادی. تاثیرش بسیار نایگاروی مثل رادیو آزادی میبینیم ما. مثال اگر محکم شبکه اگر بسته شود، اگر مثال ما معلوماتی که در دنیا تاجیکستان چی گپ است ما دیده نمیتونیم و فهمیده نمیتونیم. باور کنید دیگه نه گوش کردیم نه تماشا کردیم، فقط مهنت شرف است مهنت میکنیم. من در شبکه فیسبوک چی هستم، در اونجا برنامه‌های ثبت برنامه‌های رادیو آزادی میبرید، اونجا بعضی وقتا من تماشا میکنم. مثلا در روسیه یک وقت چی بود، چه خیلیمون در همونجا چی درباره مثلا مهاجران چی ها برآمده است، همه این را از هم برنامه‌های رادیو آزادی تماشا میکردم. یک کسی مشکلی نداره، پرو نداره، مثلا او که مشکل داره که مثلا دولت یا که کارکنان دولت بعد چی و نمیرسن مراجعت به رادیو آزادی میکنه که مقصد همین اپوبلیکovat شود و شکایت همون مردم برسه. Но потому что верят, потому что вы действительно те, которые могут донести о проблемах народа, и радио آزادی должно быть, я думаю так. Якимиш ки ба забони тоҷикӣ ахбороти ҷаҳонро нишон медиҳад. бисёр одам дар мисол ай просмотрша маълум ай ку ки мисол шуморо тамошо мекунад. хай барои мардум бо гуфтаестам ку бисёр кас мардуми ахсан мардуми форсизабон бисёр кас ҳамин просмотр мекунад. гуфти ай ахбороти ҷаҳонӣ бохабар мешавад. мо тарафдори он ҳастем ки маҳкам нашавад.
مقامات در ناحیه خاولینگ ولایت ختلان تلاش دارند که یک عنعنه قدیمی را دوباره احیا کنند. با گفته آنها درگذشته نیاکان تاجیکان پس از تولد هر طفل با نام او درخت می‌شناندند و طبیعت را سبز نگه می‌داشتند. حالا مقامات از ساکنان دعوت کردند که به سر هر طفل به دنیا آمده 10 درخت سبز کنند. محمود جان رحمتزاده از خاولینگ گزارش می‌دهد. تا 10 درخت با نام هر طفل نوزاد. این تشبوس رئیس ناحیه خاولینگ است، می‌خواهد هم پیش راه کاهش جنگلزار گرفته شود و هم نوزادان امروزه وقتی به وایه می‌رسند صاحب داروی خود گردند. کار از سرشمار نوزادان ناحیه سر شده است. ما اقدام گرفتیم که همون نفرایی که کودکایی که تولد شدگیه اویلوشون رو دعوت کنیم. سپورش دادم، سپورش پروتکلیم دادم مگه اول من بپرسم نه دعوت میکنیم میشنیم میگم که سپورش دادم خوشگی جنگل که برای همون کودکو برای اویله همونو 1 هکتار نیم هکتار چندی زورشون میرسه زمین بتین برای بنیادی درختی دیگر نمودی کدام نمودی درختایی باشه برنامه همون کودک بشنونن. این اقدام را رئیس ناحیه خاولینگ در حال راه اندازی کردن است که بیش از آران ناحیه‌اش بسیار کم شده اند. کار به حدی رسیده است که مقامات مجبور شده اند امسال بریدن درخت را در حدود ناحیه منع کنند. رئیس ناحیه میگوید برای احیای بیش از آران خاولینگ باید 1.5 میلیون درخت شنانده شود. ساکنان این اقدام را خوب قبول کرده اند. منوچهر پدر 3 فرزند میگوید اگر این نهالشینانی بر پایه شرطنامه و بر راه‌های قانونی انجام داده شود مردم آن را پشتیبانی خواهد کرد. آنگاه درختان بید و سفیدار می توانند برای ساختمان فروخته و از درختان میوه‌دار ثمره گرفته شود. زیر همین نرخ هزار خودش بالا رفتگی هم مسلم معدش قریب 2000 تومان شرطنامه کنیم زمین بتن و اگر قانونی باشد چرا درخت نمیشونیم درخت نهاش قیمتی دیگه داره. رئیس ناحیه میگوید همه کار قانونی و با قرارداد صورت خواهد گرفت. در نتیجه هم جنگل برقرار کرده می شود و هم وقتی که نوزاد به کمال می رسد می تواند از این درخت ها فایده مالی گیرد برای تحصیل و آینده خود استفاده برد. هیچ خیلی که هدفی در یک کودک تولد میشه 30-40 هزار دلار میگذارن. همون 30-40 هزار هم 2 سال همون سیمایی در نگاه کنیم هم درخت آب بدیم همون درخت دیگه طبیعت خودش میبردارش. برنامه‌اش علاقه اقتصادیاتی کودک هست. پگاه کلان شد مکتب تمام کرد уже درخت هست یک درختش 2000 سوم 3000 سوم 4000 سوم هست میبرن پولی 2 گوری دولت هم میسپرن بودجه وایده اون میرسیده آیا مزد معاش میشه پنسیون میشه سردر دولتی نمیشه تاشکو. معلوم نیست تشبوس رئیس ناحیه خاولینگ در پایتخت یا منطقه های دیگر چگونه ارزیابی خواهد شد، اما حکومت تاجیکستان سال 2022 برنامه رشد جنگل پروری را قبول کرده است که بر پایه آن باید تا سال 2040 در جنگل های تاجیکستان 2 میلیارد درخت شنانده شود. از این 860 میلیون درخت به ولایت ختلان راست می آید و رئیس ناحیه خاولینگ تلاش دارد برای اجرای نقشه خانواده های دارای طفل نوزاد را سفربر و هوسمند کند. بنا به پیشبینی پژوهشگاه استرافیزیک ماه رمضان امسال در تاجیکستان 29 روز دوام میکند. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان روز 24 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت چون ماه‌های رجب و شعبان امسال 30 روز بود ماه رمضان 29 روز است. او افزود امسال مسلمانان تاجیکستان عید فطر را روز یکشنبه 30 مارس جشن میگیرند. در نظر است شورای علما 27 مارس روز عید فطر را رسما اعلام کند. امسال ماه رمضان 1 مارس فرا رسید. در گذشته بعضی از روحانیان سنتی در تاجیکستان با 29 روز اعلان شدن ماه رمضان ناراضگی کرده بودند. سپاس که ما را همراهی نمودید. بیشتر خبرهای ما را در سامانه آزادی .org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و تیک تاک و ایکس پیگیری کنید. خدا نگهدار.